وقتی بی‌عدالتی را می‌بینیم می‌خوایم حرف بزنیم. پیشرفت‌هایی که در طول تاریخ به دست آمدن به پای تلاش کسانی بوده که تغییر می‌خواستند. لغو بردهداری، حق رأی برابر بر زنان، حتی سرنگونی دیکتاتورها. همه جنبش‌ها برای آغاز به کنشگری نیاز داشتند. کنشگری اقداماتی است که برای ایجاد تغییر انجام می‌دهیم. کنشگرها برای اهداف مختلف مبارزه می‌کنند. از اقدام برای اقلیم و عدالت اجتماعی تا حفاظت از حقوق بشر. هر کسی میتونه کنشگر باشه، نه فقط کارشناسا. برای همه نقشی وجود داره. راه زیاد هم بر انجام کنشگری است. شرکت در تظاهرات، نافرمانی مدنی، تحریم شرکتایی که بی‌عدالتی میکنن یا تا خلق کردن هنر. کنشگران نیازهای جامعه خود درک میکنن و از طریق کنشگری پل بین مردم و رهبرانشان هستند. چگونه میتونین کنشگر شوین؟ به وبسایت ما مراجعه کنین و کورس ما را مطالعه.